یک پژوهشگر جوان توجک با ارسال یک مطلب مفصل به پایگاه خبری بامداد ادعا کرد که او مکان غار اصحاب کف را پیدا کرده است. به ادعای این پژوهشگر توجک غار اصحاب کف در قلمرو ترکیه امروزه جایگیر شده است. اما می نویسد این پژوهشگر توجک وقتی که او به مقامات ترکیه مراجعت کرده از کشفیات خود خبر داده است، او را بازداشت و از این کشور اخراج کردند. اصحاب کف یا اهل غار و یا غارنشینان یکی از مرغوب ترین داستانهای قرآنی است. در قرآن کریم در سوره کف برای تثبیت عقیده مؤمنان و اثبات رستاخیز جسمانی مردگان در روز قیامت داستان جوانان مؤمن ذکر شده است که در گذشته‌های دور برای حفظ ایمان خود از ظلم پادشاه وقت به غار پناه میبرند و سالیان دراز در آنجا به خواب عمیق فرو میروند. بنابر روایت‌ها خواب این غارنشینان یا اصحاب کف 300 سال طول کشیده است. پژوهشگر توجک می نویسد او از خردی به دین و تاریخ توجه زیاد داشت و اخیراً توجه او را اصحاب کف به خود جلب کرد که در سوره کف در قرآن هم ذکرشون رفته است. در دنیا دست کم 9 موضع به اصحاب کف ربط میدهند که از این شمار 3 مکانش در ترکیه و باقی موندهش در اردن، سوریه و تونس، نخچوان آذربایجان و اویغورستان چین و حتی در اسپانیا جایگیر شدند. ماه نوامبر سال 2021 پژوهشگر توجک با مقصد معاین کردن مکان واقعی غار اصحاب کف به سفر برآمده است. پژوهشگر توجک می نویسد که در مجموع 3 مرتبه به جستجوی غار اصحاب کف به ترکیه سفر کرد و بالاخره ماه آگوست سال 2022 برایش میسر شد که در عبادتگاه نصرانی 7 خوابیدگان در اویس سوراخی را به غار باز کند. در این موضع ترکیه 6 سال باز گذرانیدن هر گونه تحقیقات و کاوش ها را ممنوع کرده است. مجبور بودم که غیر قانونی تحقیقات گذرانم. طول این سفر به من یافتن غار و فهمیدن ساخت آن، درازی و طول غار میسر گردید. درازی این غار زیاده از 450 متر تشکیل میدهد. در نتیجه چندین زلزله بزرگ شهر اویس و این غار تخریب شدند و این سبب گشت که زیاده از 1600 سال این غار به یاد فراموشی برود. در سفر سوم خودم توانستم که راه به غار را باز کنم. در جریان آموزش معلوم شد که همچنین جسدهای اپوستل یوحنا بگسلوف و مادر عیسی مریم بنت عمران نیز در همین غار محفوظند. بعد باز کردن راه غار پلیس نظارتی موضع افس را به آنجا بردم تا با من همکاری کنند و شاهد این کشفیات بزرگترین دینی نصرانیت شوند. اما غیر چشم داشت آنها به این کار و غار اهمیت نداده مرا دستگیر و نسبتاً پرونده کشودند. مرا به مرافعه فرستادند و تا آغاز محکمه مرا به زندان انتقال دادند و تمام جهاز و وسایل علاقه را از من گرفتند. می نویسد پژوهشگر توجک. این پژوهشگر توجک بنا به نقلش 25 روز در زندان علی آقایی شهر ازمیر بود و سپس مرافعه‌اش آغاز یافت. دادگاه نتوانست برای این پژوهشگر توجک جزای تعیین کند و آزادش کرد، اما بعد زندان او را برای اخراج به بازداشتگاه مهاجران انتقال داده بعد 34 روز اجباراً به تاجیکستان دپورت کردند. اداره بامداد امکان و توان تشخیص درستی ادعاهای این پژوهشگر توجک را ندارد، ولی پژوهشگر توجک مطمئن است که کشفیاتش برای عالم نصرانیت و اسلام قیمت بی‌حد بزرگ دارد، ولی می افزاید او با چنین کشفیات بزرگ نمیداند به کی مراجعت کند.